این سگ گم شده دو تا شکارچیو میبینه که دارن از یه شیر کوهی مرده عکس میگیرن، اونم بدون اینکه بدون شیر کوهی مادر بوده. سگ از اونجا میره ولی بچه شیر کوهی دنبال سگ راه میفته و سگ تصمیم میگیره ازش مراقبت کنه. سگ هر روز میره شکار و غذایی که پیدا میکنه رو با بچه شیر کوهی شریک میشه و حتی اونا شبا هم کنار همدیگه میخوابن. یه روز که سگ میره دنبال غذا، یه مرد دیوونه سگو اسیر میکنه و با زنجیر سگو به خودش میبنده. یه روز مرد از گرسنگی میمیره و سگ با جنازش گیر میفته. سگ چند هفته بدون آب و غذا میمونه تا اینکه دو تا پسر پیداش میکنن و زنجیر رو باز میکنن. سگ با نگرانی دنبال بچه شیر میگرده ولی توی مسیرش یه گله گرگ محاصرش میکنن. سگ سعی میکنه باشون بجنگه ولی شکست میخوره. در همین لحظه یه شیر کوهی بزرگ میاد و گرگا رو فراری میده. سگ میفهمه این شیر کوهی همون بچه شیریه که ازش مراقبت میکرده و اونا دوباره همو در آغوش میگیرن.